سلام دوستان، خوش اومدین به یکی دیگه از فیلم های کانال هار سینما. امروز میخوام داستان زنی به اسم مالنا رو براتون بگم که در اوایل جنگ جهانی دوم در شهر کوچیکی در سیسیل ایتالیا زندگی میکنه و همسرش هم به جنگ رفته تا اینکه پسر بچه 13 سالی به اسم خاویر عاشقش میشه و 3 نقطه. پس با من تا آخر همراه باشید. خاویر همیشه با رفیقاش لب ساحل منتظر مالنا میمونن تا بدن زیباش رو دید بزنن و از بس که مالنا زیبا و جذابه هر مردی رو جذب خودش میکنه. از طرف دیگه پدر مالنا معلم مدرسه هستش و آدم محترمیه، اما خاویر بدجوری روی مالنا کراش داره. همیشه بهش فکر میکنه. حتی توی جمع بچه‌ها کسی به مالنا حرف بدی بزنه خاویر باهاش شروع به دعوا میکنه. به قدری روی مالنا کراش داره، یا بهتره بگم عاشقش شده، که شبها میره دم در خونش و از یه سوراخی همیشه اون رو دید میزنه. یه جورایی این دیگه کار همیشگیش شده. شبها هم که برمیگرده به خونه به یاد مالنا یک کف دستی میزنه و در اینجا شاعر میگوید که در جوانی تا توانی کف دستی بزن، چون گر پیرگردی نتوانی زد. به 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 به، عجب سخنی گفتی شاعر، بنازم به قلمه. خب داشتم میگفتم روزها میره کنار ساحل و براش نامه مینویسه اما نمیفرسته، به جاش توی دریا میندازه. هر وقت مالنا وارد شهر میشه مردهای شهر چارچشمی جذب زیباییش میشن و زنهای شهر هم خیلی بهش حسودی میکنن. این داش خاویر ما هم هر شب به یاد مالنا یه دستی به سالارش میکشه و از بس که سر و صداش زیاده پدرش نمیتونه بخوابه و خاویر کلش رو ساییده. بعد چند روز خبر میرسه که شوهر مالنا در جنگ دار فانی رو ودا کرده و همه مردهای شهر هم مثل گرگ به دنبال مالنا هستن تا دلی از غذا در بیارن. این داش خاویر ما هم تحمل چرت و پرت‌های مردم درباره مالنا رو نداره و هر کسی بهش بد بگه خاویر یه بلایی به سرشون میاره. بعد میره توی کلیسا و از خدا میخواد که تا زمانی که بزرگ میشه این مالنا رو براش نگه داره. یه روزی مالنا رختهاش رو میاره بیرون، روی تناب آویزون میکنه تا خشک بشن. بعد اینکه میره توی خونه خاویر سری میره توی حیاتش و شورتش رو میدزده و فرار. بعد میره توی اتاقش و فنرهای تختش رو هم روغنکاری میکنه تا موقع کف دستی زیاد جرجر نکنه. صبح میشه پدره میره توی اتاقش و با این صحنه دلخراش روبرو میشه. میبینی که یه شورت زنونه روی صورت بچه‌شه. میگه مادر قهوه‌ای چیه؟ داری چه غلطی با خودت میکنی؟ داری چیکار میکنی با خودت؟ مادره هم شورت رو میبره توی دستشویی منهدمش میکنه. پدره هم خاویر رو چند روزی توی اتاقش زندانی میکنه. بعد از چند روز یه دکتره میاد و معاینه‌اش میکنه، میگه این بچه از بس سخونه بوده باد کرده، دچار افسردگی شده، نیاز به محیط بیرون و هوای تازه داره. بالاخره بیرون میاد و از خوشحالی توی پوست خودش نمیگنجه. توی مدرسه یه نامی به دست پدر مالنا میرسه و توش نوشته شده که دخترت مالنا خرابه و همه شهر با دخترت خاطره داره، بیا جمعش کن. همین موضوع باعث میشه که پدرش دیگه اون رو به خونش راه نمیده. یکی از شبها که خاویر رفته بود مالنا رو دید بزنه، میبینه که یه افسری توی خونشه و با هم در حال لب‌بازی هستن. بعد اینکه افسر از پیش مالنا میره، با دندون پزشک این شهر تو راه برمیخوره و با هم سر مالنا شروع به دعوا میکنن. در همین حین زن اون دندون پزشک با یه پلیس میاد مچ شوهرش رو میگیره. توی شهر این خبر میپیچه و این باعث میشه که مردم ازش شکایت کنن. مالنا هم که شوهرش به رحمت خدا رفته و بی پوله، به خاطر همین میره پیش یه وکیل و ازش میخواد که وکالتش رو بر عهده بگیره. وکیل هم که از خداشه، میگه بده بزنیم. بالاخره وکالتش رو قبول میکنه و دادگاه شروع میشه. توی دادگاه از بس که این وکیل کارش خوبه، مالنا تبرئه میشه و قصر در میره. اون شب خاویر در حال نگاه کردن مالنا هستش و میبینه که وکیل مثل خروس افتاده به دنبال مالنا و میگه بده بزنیم و میافته به جونش. خاویر هم به خاطر شق درد زیاد میره پیش یکی از خاله های شهر توی سینما و بهش پولی میده تا براش کف دستی بزنه. روز بعد خاویر مالنا رو توی شهر میبینه، مثل اینکه مالنا منتظر کسی هستش. میبینه یه نفری براش غذا آورده، چون دیگه پولی نداره و مردم شهر هم باش زیاد خوب نیستن و در این حین دشمن شروع به حمله هوایی میکنه و پدر مالنا به رحمت خدا میره.
خدا بیامرزه. یه شب که خاویر دوباره در حال نگاه کردن میبینه یه نفر دوباره برای مالنا غذا آورد و افتاده به جونش و خاویر هم خیلی ناراحت میشه از این صحنه. روز بعد مردم شهر میبینن مالنا کیپش رو عوض کرده و با یه سر و وضع دیگه وارد شهر میشه و روی یه صندلی میشینه و سیگارش رو در میاره و در این هنگام 1000 تا فندک براش روشن میشه. خاویر هم که شبها کارش شده فقط کف دستی و پدرش حسابی از دستش شاکی شده. از طرف دیگه شرایط برای مالنا عوض میشه و شروع میکنه با افسرهای آلمانی اینور و اونور رفتن. یه جورای تبدیل به یه فاحشه برای سربازهای آلمانی شده. خاویر هم از دیدن این صحنه حالش بد میشه و از هوش میره. مادرش هم اون رو به کلیسا میبره و فکر میکنه شیطان‌ها بچه‌ش رو تسخیر و اذیت میکنن. پدرش میگه زن مشکل از اون نیست، مشکل از دودولشه، دودولش باید بره تو کلوچه. به همین خاطر بابای پسرش رو میبره به یه فاحشه خونه تا بچهش یه دل سیر کلوچه بخوره. پسر هم یکی از فاحشه‌ها رو انتخاب میکنه و برای اولین بار توی سن 13 سالگی یه دلی از کلوچه در میاره. حالا من از شما میپرسم جون دل، شما برای اولین بار کی کلوچه خوردین؟ برام این زیر کامنت کنین. بعد این ماجرا خبر میرسه که آمریکایی‌ها آلمانی‌ها رو شکست دادن و آلمانی‌ها رو از شهر بیرون میکنن. خاویر از این خبر خیلی خوشحال میشه، ولی از طرف دیگه زنهای حسود شهر به خاطر اینکه مالنا زیاد به اون نازی‌ها دمخور بود و باهاشون اینور و اونور میرفت میگیرنش و دهنش رو سرویس میکنن، یه جورایی پوست از کلش میکنن و بعد هم رهاش میکنن. مالنا فردا با اولین قطار از شهر میره به زادگاه خودش. بعد چند ماه مردی وارد شهر میشه که یه دستش رو از دست داده و معلوم میشه این همسر مالنا هستش که توی جنگ اسیر شده بود و همه و حتی خود مالنا فکر میکردن که کشته شده. بالاخره برمیگرده به شهر و میره به سمت خونهش و میبینه که خونهش شده محل زندگی بی خانمان ها و هیچ اثری از همسرش مالنا خانوم نیست. مردم شهر اون رو اذیت میکنن و بهش تیکی میندازن و میگن همسر دیگه فاحشه بود. خاویر از دیدنش تو این حال ناراحت میشه و همه اتفاقها رو با جزئیات در یه نامه مینویسه و براش میفرسته. همسر مالنا بعد خوندن نامه متوجه همه چیز میشه و فردا با قطار میره به دنبال همسرش. بعد چند سال همه مردم شهر میبینن که مالنا همراه همسرش برگشته به شهر و مردم فقط با تعجب دارن بهشون نگاه میکنن. بعد چند روز مالنا برای خرید وارد بازار میشه و در اونجا با زنهایی که چند سال پیش اذیت و تحقیرش کرده بودن برخورد میکنه. خلاصه همه چیز ختم به خیر میشه و اونها با مالنا خوب رفتار میکنن. موقع رفتن مالنا میوه‌هاش از دستش روی زمین میفته و خاویر هم خیلی سریع میره به سمتش و توی جمع کردن میوه‌هاش کمکش میکنه و مالنا خانوم هم ازش تشکر میکنه و فیلم این گونه به پایان میرسه. امیدوارم از تماشای این فیلم لذت برده باشین. لطفاً لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه چون بهم در ادامه کار خیلی کمک میکنه. جون دل.